به بچهای گل یوتیوب، خوش اومد با یه ویدیو دیگه از چنل من. بچه‌ها میدونید که تا چند روز آینده آپدیت جدید DLS 24 میاد و ما میخوایم امروز بریم سراغ افزایش و کاهش بازیکن‌ها در آپدیت جدید. بچه‌ها من این افزایش و کاهش رو از یه چنل معتبر یوتیوبی DLS برداشتم، معتبره دیگه، به احتمال زیاد درست تره. بچه‌ها بریم که داشته باشیم. بچه‌ها قبلش لایک کامنت حساب فراموش نشه، خیلی ممنون. بچه‌ها از روملو لوکاکو شروع میکنیم که قدرتش یکی میاد پایین، از 80 میاد 79، طلایی میشه آبی. بله خوب کار نکرد دری رو. بچه‌ها کارواخال قدرتش دوتا میاد بالا، از 80 میاد 82، خیلی خوب کار کرد تو یورو، حقشه واقعا. لوئیس دیاز بچه‌ها قدرت از 80 میاد 81، بله خیلی حقشه. لوئیس دیاز هم خیلی خوب کار کرد برای کلمبیا تو کوپا، اینم حقشه. بوکای ساکا افزایش قدرتش از 84 میاد 85. بچه نمیشه گفت حقشه، چون واقعا تو یورو خوب کار نکرد، میتونست بالا هم نیاد ولی دیگه اومده دیگه به گفته این چنل. بچه اونای سیمون افزایش داره، از قدرتش از 79 میاد 81. بله اونای سیمون هم حقشه، خیلی خوب کار کرد تو یورو، حقشه. جان استونز بچه افزایش داشت، از 81 میاد 82، دفاع آخر انگلیس، اینم میشه گفت حقش بود، خوب کار کرد واقعا. بچه کانته افزایش داشت، از 80 میاد 82، واقعا حقشه، چون فرانسه تو این مسابقات یورو هر چی داشت کانته داشت، یعنی تا اونجایی هم که اومد بالا از کانته داشت، حقشه واقعا. ببینیم باز میتونه به ترکیب تیمو برگرده. بچه ما کانتر هم تو تیممون داریم، خیلی ازش راضیم، خیلی بازیکن خوبیه. گیورگ میکادزه بچه فوروارد گرجستان افزایش داشته، 4 تا افزایش داشته، واقعا حقشه، بهترین بازیکن گرجستان تو تاریخ یورو بوده، چون اولین بارشون بود گرجستانیا بچه می اومدن تو یورو، 3 تا هم گل زد تو تاریخشون، بهترین بازیکن گرجستان تو تاریخشون بوده، خیلی بازیکن خوبیه، واقعا حقش بود. احتمالاً آپدیت بعدی قطعاً، یعنی اگه بیاد میخرمش، قدرتش 76 اومده باشه قطعاً میخرمش، 4 تا میاد بالا، 72 میاد 76. آیمریک لاپورت قدرتش از 80 میاد 81، بله افزایشش حقشه، خیلی بازیکن خوبی بود، خیلی هم خوب کار کرد تو یورو. اگه ویلیام سالیبا افزایش داشته، قدرتش 83 میاد 84، نمیشه گفت حقشه، همونجا میموندم، کسی چیزی نمیگفت ولی دیگه اومده بالا دیگه. کایل واکر بچه‌ها قدرتش میاد بالا، از 81 میاد 83، بله حقش واقعا، احتمال زیاد آپدیت بعدی بخرمش و بذارمش جای کایل واکر، بذارمش جای آرنولد کایل واکر رو. پدری بچه‌ها قدرتش همون میمونه، اما 82 بود، اما 82 هم میمونه، بله خوب کار نکرد تو یورو. بچه‌ها آکانجی دفاع آخر سوئیس قدرتش از 80 میاد 82، بله حقشه، خیلی خوب کار کرد سوئیس، پدیده جام بود سوئیس، ایتالیا رو هم حذف کرد، خیلی خوب کار کرد سوئیس کلا. بچه مایک مانیان گلر فرانسه قدرتش از 81 میاد 83، فرانسه فقط به کانته و مانیان بندود، جفتشون خوب بودن، جفتشون هم 2 تا اومدن بالا، بله مایک مانیان هم حقشه. بچه کودی خاکپو قدرتش از 79 میاد 81، افزایششه، نمیشه گفت حقشه ولی خوبه، بازیکن آینده داریه، خوب اومده بالا. بچه رودری قدرتش همون میمونه دیگه، اگه میرفت بالاتر دیگه خیلی خفن میشد، ولی بهتر دیگه، بهترین بازیکن از نظر قدرت DLS میشد اگه قدرتش میرفت بالا رودری، الان هم 86 موند. بچه امیلیانو مارتینز 2 تا رفت بالا، نوش جونش، به شدت خوب کار کردیم پسر، خیلی بازیکن خوبیه. بچه منم آپدیت بعدی احتمال زیاد بخرمش جای آلیسون، چون ما آلیسون به درد نمیخوره بچه، نظر من میخوام آلیسون نخریم برای تیمتون. امیلیانو مارتینز و آپدیت بعدی میخرم، 2 تا اومده بالا، خیلی بازیکن خوبه. چون فیل فودن یه دونه قدرتش اومده پایین، از 84 اومده 83، بله چون یورو اصلا خوب کار نکرد، خوب اومده پایین، خوب بوده. چون هری کین قدرتش هم 86 میمونه، بله دیگه بعد نبود تو یورو، ولی همون دیگه بالا میرفت، بهترین واسه DLS شد، اما 86 براش خوبه. چون لوتارو مارتینز افزایش داشت، از 84 قدرتش اومده 85، آره خوب بود. گل برتری هم زد برای آرژانتین تو فینال کوپا، خوب بود، خوب اومده بالا. کریستیان رومرو دفاع آخر آرژانتین 2 تا میاد بالا، از 81 میاد 83، بله حقشه، به شدت دفاع خوبیه، ایشون هم شاید آپدیت بعدی نمیخرم، ایشون مطمئن نیستم. ولاهویچ قدرتش یه دونه میاد پایین، از 80 میاد 79، بله اصلا تو یورو خوب کار نکرد، تیمش هم تو گروهی هست شد. دیگو کاستا گلر پرتغال قدرتش 1 میاد بالا، از 79 میاد 80، بله یه بازی با اسلوونی رو برای پرتغال در آورد.
چه آلیسون بکر هم 85 میمونه، جا داشت یکی دوتا بیاد پایین. واقعا گلر خیلی خوبی نیست بچه، میبینید که من خودم هم دارمش تو تیمم، ولی گلر مطمئنی نیست. دنی اولمو بچه خودش افزایش داره، بله باید افزایش داشته باشه، 79 میاد 81، واقعا حقشه، خیلی بازیکن خوبیه، خوبه، قدرتش هم میاد بالا. کول پالمر هم افزایش داشته بچه، 79 میاد 80. دنی اولمو کول پالمر بچه جفتش آبی بودن میشن طلایی، واقعا حقشونه، خوب بودن، خیلی تو یورو خوب کار کردن. بچه مسی قدرتش هم 84 میمونه، نه خوب کار کرد نه بد کار کرد، تو کوپا مصدوم هم شد بازی آخر، اما 84 براش خوبه. بچه نیکو ویلیامز از 79 میاد 81، از آبی میشه طلایی، حقشه واقعا، دوتا افزایش، خیلی خوب کار کرد تو یورو، خوبه واقعا، اومد بالا، بازیکن آینده داری. بچه امباپه همون 86 میمونه، ولی کیتش تغییر میکنه تو بازی، از کیت پاریس سن ژرمن به کیت رئال مادرید تغییر میکنه. بچه رونالدو یکی قدرتش میاد پایین، از 83 میاد 82، نمیشه گفت حقش، نمیشه گفت حقش نیست، ولی واقعا خداییش توی یورو خوب کار نکرد. بچه لامین یامال به اساس این چنله میگه 8 میاد بالا، از 72 میاد 80. من بعید بدونم دیلس این کارو بکنه، ولی میتونه تا 78 79 بیاد بالا، ولی طلایی نمیشه، ولی اینو میتونم قطعا بهتون بگم تا 78 79 میاد بالا. بچه ها این بود از موضوع امروز ویدیو ما، و آخر ویدیو رسیدیم. و بچه ممنون میشم لایک کامنت و ساب کنید، خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی فعلا خدا حافظ.